در شرایط جهانی شوی و رشد تکنولوژی اطلاعاتی که واردکنی عنصرهای بیگانه را به فرهنگ ملی آسان گردانده است، رو آوردن به تاریخ و آگاه بودن از اصل و نسب خویش برای هر یک فرد ملت، خصوصا نسل نورس و جوان، ضرور و حتمی می باشد. تاکید نمودن اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مقصد آموزش عمیق تاریخ پرافتخار خلق تاجیک و تشویق غایه‌های وطن‌دوستی و صداقت به وطن در برابر دیگر منطقه‌های جمهوری تاجیکستان، مسکنان دو ملت به هم دوست و برادر تاجیک و قرغیز ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستانی بدخشان است، از تحفه پرارزش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов برخوردار گردیدند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان برای 3800 خانواده جماعت شهرک مرغاب و دیگر جماعت‌های دوردست ناحیه این تحفه ارزشمند پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که با افتخار 30مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است تقدیم نمودند. دو جلد روی تب آمده است. از تاریخ پرافتخار دولتداری تاجیکان سرچشمه گرفته همچون مکتب بزرگ خودشناسی دانسته می شود که دو ملت به هم دوست و برادر تاجیک و قرغیز آن را خوب درک نموده و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای چنین تحفه ارزشمند سپاس و منتداری بیان نمودند. امروز ما مردم بلندکوه ناحیه مرغاب بسیار خرسند هستیم. از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ناحیه مرغاب کتابی باباجان غفور تاجیکان را به مردم ناحیه مرغاب تحفه گردانده، ما صاحب تحفه شده. بسیار از این غمخواری های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت خرسند هستیم. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان کتاب اکادمیک و قهرمان تاجیکستان باباجان غفورov تاجیکان را به هر یک خانواده ناحیه بلندکوی مرغاب تقدیم نمودند. گفته شد که کتاب مذکور سال 1972 به زبان روسی از چاپ برآمده، سالهای 1983 و 1985 به زبان تاجیکی ترجمه و نشر گردیده است. این کتاب در علم تاریخ شناسی وطنی و خارجی شهرتی به اندازه داشته شو اثر تاجیکان از مواد فراوان تاریخی و etnogrافی و باستانشناسی عبارت می باشد. کتاب تاجیکان را مسکنان ناحیه مرغاب همچون یادگاری تاریخی و دستاورد پرارزش خلق تاجیک معنی داد نموده با سربلندی و خودشناسی به اندازه قبول نمودند. امروز بسیار خرسندم که ای دوشنبه ای پایتخت ما آماده چیزی که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملت پرزیدنت ما امامعلی رحمان گفته بودن کتاب باباجان غفور تاجیکان آورده دادن، ما گرفتیم. بسیار ما خرسندیم. ما اون ساکنان ناحیه مرغاب، من خودم شخصا نغز میدونم که تاجیکان این ملت بزرگ است. باباجان غفور همه چیز که اینجا نوشته بودن ما اینا خوندگی بودیم، با پسرم و نبرم و همه با خونده میفهمانم که بسیار خرسندیم. ساکنان ناحیه مرغاب همیشه تحت غمخواری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته. دسترس گردیدن این کتاب بی‌زوال اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان به هر یک خاندان دوردستترین جماعت‌های دهاتی این ناحیه امکانیت می‌دهد که هر یک عضو عائله این اثر ارزشمند را مطالعه نموده از تاریخ گذشته پرافتخار خود برخوردار گردد. امروز ما خیلی سربلند هستیم که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ما ساکنان ناحیه مرغاب کتاب باباجان غفور به نام تاجیکان دسترس کردید. ما ساکنان ناحیه مرغاب سپاسگزاریم و شکرانه صلح و ثبات تاجیکستان نموده در این برابر منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری و غمخواری همیشگیشان میرسانیم. تقسیمات شاهاثر بی‌زوال قهرمان تاجیکستان اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان در 6 جماعت دهات حدود ناحیه مرغاب از جانب نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان طبق رویخط جریان گرفت. کتاب یکی از سرچشمه‌های بزرگ تاریخی همه دور و زمان بوده که توسط آن ما تاریخ، فرهنگ و عرف عادت‌های اجدادی خود را می‌آموزانیم و محض باعث خوشبختی ما ساکنان ناحیه مرغاب است که امروز ما یکی از بزرگترین یادگاری‌های تاریخ خود را یعنی کتاب تاجیکان را دسترس خواهیم کرد و خرسند از آنیم که در تمام خاندان تاجیک این یادگاری بزرگ را ما خواهیم دید و ما کارمندان ساحه معارف باز هم بسیار خوشنود از آن هستیم که این کتاب مقدس را دسترس کرده برای تکمیل دادن دانش خود ما آن را استفاده میکنیم
و هرچی بهتر و بیشتر آن را از خود نموده برای نسل آینده ملت و کشور عزیزمان آن را یاد خواهیم داد. در برابر دسترس نمودن شاهاثر بزرگ تاریخی کتاب تاجیکان، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان طبق نقشه با مقصد از نزدیک شناس گردیدن با وضع تعلیم و تدریس و آمادگی مؤسسه های تعلیمی به دوره تیرمو و زمستان از مؤسسه های تعلیمی قلمرو ناحیه مرغاب دیدن نمودند. جهت با موفقیت پس سر نمودن زمستانی در پیش ایستاده و عملی نمودن طلبات های وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، جوابگو بودن به معیارهای جهانی تعلیم، به مسئولین شعبه معارف ناحیه مصلحت های سودمند دادند.